سلام، علیرضا کشگر هستم و این اپیزود 3 از پادکست داستان‌های منابع انسانی که در هفته دوم تیر ماه 1403 ضبط میشه. احتمالا شما هم توی محیط کار بعضی وقتا با این موضوع مواجه میشین که یکی از همکاران یا از آشنایان سفارش فردی به شما میکنه که میگه اگر مثلا کاری براش هست توی شرکتتون مثلا دستشو بگیرین یا اونجا مشغول به کار بشه یا اینکه بسپرین به کسای دیگه که اگر کاری مثلا برای اون فرد هست جایی که شما میشناسین مشغول بشه. و به طب خب اگر تو حوزه منابع انسانی کار میکنین با این موارد زیاد مواجه میشین. چند وقت پیش یکی از همکارانمون گفتش که یکی از همکارای سابقش توی شرکت دیگه دختر خانومش میخواد تازه وارد بازار کار بشه و سفارش کرده و دخترشون هم ظاهراً تو موضوعات کامپیوتری خوبه و گفتش اگر میشه مثلا به عنوان نیروی تازه کار توی بخش آیتی ما که حالا هلپ دسکی احتمالاً بخواد بکنه ما ببینیم میتونیم ازشون استفاده بکنیم یا نه. و به من گفت اگر بشه شما یک مصاحبه اولیه با این دختر خانم داشته باشید تا ببینیم که اگر امکانش هست ازشون استفاده بکنیم. خب من مصاحبه رو با این خانم هماهنگ کردم و این خانم اومدش، خانم جوان حالا 18 ساله شد، تو اون سن و سال بودش و بهش گفتم که خب شنیدم که شما مثلا کامپیوترت خوبه، از کامپیوتر چه چیزایی رو میدونی؟ آیا برفرض آفیس بلدی؟ گفتش که در حد دبیرستان ورد و پاورپوینت و اینا رو بلدم. و از اونجایی که من معمولا به گفته افراد بسنده نمی‌کنم ازش چند تا سوال عمومی در خصوص ورد و پاورپوینت پرسیدم و متاسفانه خانم نتونست همون سوالای عمومی ساده رو جواب بده و خودش اذعان کرد که نه اشتباه کردم، ظاهراً بلد نیستم. گفتم خب پس با کامپیوتر چی کار کردی؟ گفت من با کامپیوتر نقاشی میکشیدم. گفتم یعنی چی؟ با چه نرم افزاری نقاشی میکشیدی؟ گفتش که نمیدونم یه چیزی بود به ما میدادن یک شکلی و ما رنگش میکردیم. خیلی برام عجیب بود چون مثلا اون خانم حالا سنش انقدر به کودک نمیخورد که این حرف رو بزنه. ازش پرسیدم احتمالا نرم افزاری که مثلا باش کار کردی فتوشاپه؟ گفت آره همین نرم افزار بودش. بعد من براش توضیح دادم که خب سازمان ما یک سازمانیه که کارش تقریبا کار اداریه و لازمه که افراد حتما حداقل نرم افزارهای پکیج آفیس رو بلد باشن. ما خیلی به فتوشاپ نیاز نداریم چون کارهای طراحی به اون معنا توی سازمان انجام نمیشه، کارهای گرافیکی هم نمیشه. اگر محدود کاری هم باشه ما مرور سپاری میکنیم برامون انجام میدن و برای همین شما لازمه این کار رو انجام بده. اگر میخوای مثلا بیای تو سیستم ما به نظرم آیتی که خیلی مناسب نیست، توی حوزه اداریمون شاید اگر آفیس بلد باشی بتونیم مثلا با هم یه همکاری بکنیم. گفت نه خیلی من علاقه به این موضوعات اصلا ندارم و نمیخوام این کار رو بکنم. گفتم که خب شما به چه موضوعاتی علاقه داری؟ چون بالاخره شما رو معرفی کردن و من تمام تلاشم میکنم که اگر یک فضا یا یک شغل خالی توی شرکت هست که احتمالاً به روحیه و علاقه شما یا به مهارت شما میخوره بتونیم با هم دیگه همکاری داشته باشیم. گفت من به کارهای هنری علاقه دارم. گفتم خب من قبلا برای شما خانم عرض کردم که ما شرکتمون کار هنری انجام نمیده، ما بیشتر موضوعات اداری هستیم. اگر فقط صرفا علاقه‌مندی شما به سمت کارهای هنری خب نمیتونیم قطعا با هم دیگه همکاری کنیم. اما خب حسم این بود که خیلی هم استرس داره این خانم، هم که نگرانه و از اون برم احتمالاً نتیجه مصاحبه براش مهمه چون معرفی شده. گفتم حالا فارغ از علاقت مهارتی هم داری که شما توی کاری مهارت داشته باشی، خیلی هم در راستای علاقت نباشه اما مهارت شما به درد سازمان ما بخوره. یک ذره فکر کرد و یک جواب عجیبی داد که من دیگه همونجا متوجه شدم که نمیتونیم ادامه همکاری بدیم. من وقتی پرسیدم که شما تو چه کاری مهارت داری، ایشون گفتش که من توی ناخن‌کاری خیلی مهارت دارم. یعنی منظورتون مثلا لاک زدن و ژلیش ناخونه؟ گفتش که بله. گفتم خب خانم ما که اینجا سالن زیبایی که نیستیم که این مهارت شما به کارمون، مهارتی که با توجه به توصیفاتی که من از شرکت و سازمان خودمون کردم و دارم عرض می‌کنم. گفتم نه من دیگه مهارت دیگه ای ندارم، همین فقط میتونم ناخن کاری کنم. خب متاسفانه ما نتونستیم با ایشون آغاز همکاری بکنیم، اما برای من این نکته جالب بود که
افراد چرا میرن دنبال کار تو جاهایی که اون سازمان یا اون شغل هیچ تطابقی باشه اون فرد نداره. یعنی افراد خیلی راحت میتونن مهارت و علاقه‌مندی خودشون رو مشخص کنن و برن دنبال جاهایی که بشه این مهارت رو تبدیل به کار و ارزش افزوده کرد. اگر این خانم خب تو کار آرایشی تبحر داره، باید مستقیم به سالن‌های زیبایی مراجعه بکنه، نه اینکه از طریق برفرض پدرش بخواد توی یک شرکت خدماتی یا یک شرکت کار اداری انجام میشه صرفا به خاطر اینکه حالا شاید کارمندی از نظرش کار جالبتری باشه اقدام به درخواست شغل بکنه. همینجا به ذهنم میادش که بزرگترها خیلی میتونن نقش راهنما داشته باشن برای افراد جوانی که میخوان وارد بازار کار بشن، چون تجربه من نشون میده که جوانها واقعا تو اوایل ورود به بازار کار خیلی ابهامات زیادی دارن و اصلا نمیدونن و متاسفانه این معرفی‌های غلط مسیر رو برای اونها منحرف میکنه و ممکنه یک جوانی که میتونه تبدیل بشه به یک هنرمند خوب رو با احتمالاً یک آشنایی در یک سازمانی که هیچ ربطی به هنر و استعداد اون فرد نداره کاملاً استعداد و هنر اون فرد بعد از یک مدتی از بین بره.